هرچی داری حس میکنی بیشتر از اون رو حس خواهی کرد. کی گوش میده؟ کی گوش میده؟ این راز زندگیه. کی گوش میده؟ هرچی داری حس میکنی رو بیشتر ازش حس خواهی کرد. هرچی داری حس میکنی رو بیشتر ازش حس خواهی کرد. یه بار دیگه، هرچی داری حس میکنی رو بیشتر ازش حس خواهی کرد. اگه به خاطر پنچر شدن ماشینت حس میکنی یأس رو بیشتر یأس تجربه خواهی کرد. اگر به خاطر اینکه دوست دخترت باهات به هم زد حس میکنی شکست رو بیشتر شکست تجربه خواهی کرد. اگه ماشینت پنچر شد و گفتی خدای شکر شاید یه جایی قرار بود برسم که آره به خاطر پنچر شدن ماشینم نمیرسم، خدای شکر، خدای شکر، به خاطر اینکه ماشینم پنچر شد من اعتماد دارم که تو کاری که برای من رقم میزنی، اتفاقی که سر راه زندگی من قرار میدی برام خوبه. انرژیت به جای یأس بلافاصله میشه انرژی پذیرش و انرژی پذیرش انرژی عشق، انرژی آرامش، انرژی صلح برای تو ایجاد میکنه. هرچی داری حس میکنی رو بیشتر ازش حس خواهی کرد. لطفاً گوش بدین بابا. اگه این حرف زندگی تو عوض کنه چی؟ اگه این حرفا قابلیت اینو داشته باشه که تو رو از نو بسازه چی؟ چرا فکر میکنی یه لایو اینستاگرامی که 1000 تاش هست، من از این لایو میرم اون لایو، همه اینا رو قبلا شنیدم، میشه یه لحظه قلبتو باز کنی، نه فقط گوشاتو، با همه وجودت گوش کن. اگر ماشینت پنچر میشه میای بیرون مردشور این زندگی رو برن، من که پول نداشتم حالا باید برم 1000 تومن پول بدم، وای بیچاره شدم، بدبخت شدم، اصلا چرا همش برای من میاد؟ انرژیتو چیکار داری میکنی؟ انرژیتو داری میاری سمت یأس، سمت جنگ. هر انرژی رو که احساس میکنی بیشتر از اون رو احساس خواهی کرد. 7000 بار اینو میگم، 7000 بار دیگه میگم، کیه که گوش بده؟ هر چیزی رو که تجربه میکنی، هر احساسی رو که داری تجربه میکنی بیشتر ازش رو تجربه میکنی و اینکه تو چه احساسی رو تجربه کنی دست توه. تو میتونی تو اون لحظه بگی بپذیری، لااقل میشه بپذیری. چرا؟ چون اتفاق افتاده، چون اتفاق افتاده.